وصل میشد یا نه؟ بچه‌ها سلام. تصویر بچه قطع وصل میشد یا نه اون کلیپ اول؟ خیلی خوب بچه، من نتو تغییر دادم، یعنی از ایرانسل من اومدم به نت خانگی وصل شدم. خب بچه دقت بکنید. سوال بعدی، مطلب بعدی جمع اعداد صحیح با استفاده از محور اعداد صحیح. خیلی خوب، من بچه ها چتو میبندم چون که میخوام این نوشته ها روی صفحه نیام. بچه ها برای هر یک از محورهای زیر یک جمع بنویسید. بچه ها نگاه کنید، من مطلب رو اینجا توضیح میدم. ما 2 تا مطلب داریم، یکی حرکت است و یکی بردار هست. نگاه کنید بچه ها، یه لحظه مثلا این باشه 0 1 2 3 1 2 3. از اینجا اولین حرکت میشه از 0 شروع میشه، به این میگیم حرکت. بچه یکی دیگه از به این صورته 0 1 2 3 1 2 3. این حرکت، یکی حرکت از بچه ها این حرکته و این به این صورت باشه بهش میگن بردار. اینم مثبت 3 واحد به سمت مثبت ها، اینم مثبت 3. تفاوت این دوتا چیه بچه ها؟ تفاوت این دوتا اینه، به این منحنی خمیده جهتدار، پس حرکت چیه؟ یک منحنی جهتدار و دارای اندازه. پس بچه خوبه آسان باشه، به این میگن حرکت. حرکت چیه بچه؟ منحنی جهتدار و دارای اندازه. این چیه؟ به این میگیم بردار. بردار چیه بچه؟ پاره خط جهتدار. پاره خط جهتدار. تفاوت حرکت با بردار اینه، بردار پاره خط جهتدار و دارای اندازه. درست شد بچه؟ نه. پس به این میگیم حرکت، به این منحنی خمیده، به این منحنی جهتدار. منحنی همون خط خمیده نیست بچه، منحنی یعنی به این صورت کج شده. حرکت منحنی جهتدار و دارای اندازه، ولی بردار پاره خط جهتدار و دارای اندازه. من اگر بخوام بچه برای اینا یک جمع بنویسم، من میام اول نگاه میکنم چند واحد حرکت کرده. اولین حرکت همیشه بچه ها اولین حرکت همیشه از 0 شروع میشه. اولین حرکت ما از 0 شروع میشه. چند واحد حرکت کرده بچه ها؟ 1 2 3. 3 واحد حرکت کرده. به چه سمتی؟ به سمت منفی ها. پس روش می نویسم منفی 3. حرکت دوم من بلافاصله پشت سرش انجام گرفته. 2 حرکت بچه وقتی 2 حرکت پشت سر هم انجام بشه، وقتی 2 حرکت پشت سر هم انجام بشه میگیم عمل جمع بین این 2 بردار صورت گرفته. خب منفی 3. میگیم حرکت بعدی چند واحد حرکت کرده، میگیم میشماریم. بعضی میان به این صورت میشمارن، میگن 1 واحد 2 واحد 3 واحد 4 واحد. من به این صورت نمیگم، میگم اگر بخوام بشماریم دیگه اینو نمیشماریم، از این نمیشمارید. من میگم 1 2 3 4 5 6 7 واحد به سمت مثبت ها. پس اولین حرکت بچه من اینا نمیشمارم دیگه، میگم از اینجا شروع میکنم 1 2 3. 3 واحد به سمت منفی ها. حرکت دوم من به چه سمتی بچه ها؟ حرکت دوم من از منفی 3 شروع شد. میام اینو دیگه حساب نمیکنم، میام از اینجا شروع میکنم، میگم 1 2 3 4 5 6 7. 7 واحد به سمت منفی ها. حالا بیام براش یک
جمعی بنویسم اولین حرکت حرکتی از صفر شروع شده، میگم منفی 3 به علاوه حرکت بعدی چنده بچه ها؟ مثبت 7. منفی 3 به علاوه مثبت 7 به کجا رسیدی بچه ها؟ به مثبت 4. 4 علامت نداره، علامتش مثبته. میگم بچه ها به این صورت اگر باشه، من حالا خودم برای این اولین حرکت، بعد حرکت بعدی، بعد حرکت بعدی، یه حرکت دیگه روش میزنم. میگم برای 4 تا حرکت یک جمع بنویسید. اولین حرکت رو بچه پیدا کنید. اولین حرکت از صفر شروع میشه، درسته؟ چند واحد حرکت کردی؟ 1 2 واحد به سمت چپ، منفی 2. حرکت بعدی چند واحد؟ اینو دیگه نمیشماریم، از اینجا شروع نمیکنیم، میگیم 1 2 3. 3 واحد بازم به سمت چپ. پس این 2 واحد 1 2 واحد. این حرکت بعدی دیگه از این نمیشماریم، میگم 1 2 3. حرکت بعدی چند واحد؟ 1 واحد، منفی 1. حرکت بعدی چنده؟ هیچی، رو خودش بازگشت، هیچ حرکتی نکرده، یعنی چنده؟ یعنی 0. من بخوام برای این یک جمع نیستم اولین حرکت منفی 2 داخل پرانتز به علاوه حرکت بعدی منفی 3 به علاوه حرکت بعدی منفی 1 به علاوه حرکت بعدی 0 هم علامت نداره. خب به کجا رسیده بچه ها؟ به منفی 6. منفی 6. اینم از این جمع، این دوتا جمع روی این محور. میام بچه سوال بعدی رو اینجا با هم دیگه انواع حالت ها رو بررسی میکنیم. میام اینجا میگیم این چند واحد بچه حرکت کرده؟ اولین حرکت حرکتی هست بچه، چطور باز میدارم، سوال داشتید بپرسید. اولین حرکت از کجا شروع شده بچه؟ از 0 دیگه. اولین حرکت میشه از 0 شروع میشه. چند واحد حرکت کرده اولین حرکت؟ 3 واحد به سمت مثبت ها. خب بچه حرکت بعدی از 3 شروع میشه تا منفی 4. من میخوام بشمارم چند واحد به سمت منفی ها اومده، چند واحد به سمت منفی ها. خب بچه ما اصلا چیزی به نام کم شدن نداریم، فعلا ما چیزی به نام کم شدن نداریم. فعلا بچه گوش کنید تا آخر داستان نتیجه میگیریم. فعلا گوش کنید بچه ها، اگر متوجه نشدید من براتون توضیح میدم. خب بچه ها میگیم اولین حرکت جمع شده. بچه ها وقتی 2 حرکت پشت سر هم انجام بشه میگیم جمع. عمل جمع انجام شده، 2 حرکت پشت سر هم هست. عمل جمع این مثبت 3. خب این حرکت بعدی چند واحد؟ بچه ها نگاه کن، اینو نمیشماره دیگه، میگیم 1 2 3 4 5 6 7. 7 واحد به سمت منفی ها. بچه ها ما عمل تفریق رو اصلا نمیتونیم روی محور انجام بدیم، حالا میگم دلیل شو چرا. میگیم پس اولین حرکت مثبت 3، حرکت دوم از اینجا شروع شده 1 2 3 4 5 6 7. وقتی 2 حرکت یا چند حرکت پشت سر هم انجام بگیریم میگیم عمل جمع اتفاق میفته. پس می نویسم برای این یک جمع میگم مثبت 3 اولین حرکت به علاوه منفی 7. خب مثبت 3 به علاوه منفی 7 میشه بچه ها به کجا میرسیم؟ به منفی 4. اصلا بچه فیلم هست، فیلم اینجا من بهتون میگم چطوری دانلود کنید. من الان بهتون میگم این فیلم دانلود میشه بچه، دانلود میشه، میتونید تو گوشی یا تو کامپیوتر یا تو هارد یه جای ذخیره بکنید. من خودم یه جایی ذخیره میکنم بعد بهتون میگم که کجا همیشه داشته باشید این کلیپ ها رو. خب بچه ها دقت کنید. آفرین به خانم نور سهرابزئی، چون ما یه دانش آموز هم داریم به اسم نور سهرابزئی و دانش آموز خیلی عالی هم هست. خب بچه میام اینجا این سه تا ما تو کتابمون 2 حرکت داریم، ما اینجا اومدیم 3 حرکت 4 حرکت انجام دادیم. اولین حرکت از کجا شروع میشه؟
خانم نور سرابزی از چند شروع میشه بچه؟ از 0. چند واحد حرکت؟ بعد اون 1 2 3 نه دیگه، این یا حرکت ها ما 5 تا 5 تایی هستن. بگیم 5 10 15 مثبت اولین حرکت ما مثبت 15. حرکت دوم از پشت سر حرکت اول شروع میشه. حرکت دوم پشت سر حرکت حرکت دوم پشت حرکت اوله. خب این چند واحد حرکت میکنه؟ خب میام اینجا میگیم دیگه اینو نمیشماریم بچه، 5 تا 5 تا حرکت ما میگیم 5 10 15 20. دقت کنید اول این حرکت ها 5 تا 5 تا هستن بچه. میگیم اولین حرکت چند واحده؟ 5 10 15. خب اولین حرکت ما. بعد میام اینجا گفتیم 5 تا 5 تا باید بشماریم، اینو که دیگه نمیشماریم. میگیم 5 واحد 10 واحد 15 واحد 20 واحد. 20 واحد به سمت منفی 20. حرکت بعدی 5 واحد اینم 10 واحد منفی 10. حالا میام برای همین همه اینا جمع می‌نویسیم مثبت 15 به علاوه منفی 20 به علاوه حرکت سوم منفی 10. به کجا رسیدیم بچه‌ها؟ به منفی 15. درست شد؟ خب میایم سوال بعدی. اینجا سوال بعدی میگیم اولین حرکت کدوم بچه؟ اولین حرکت ما حرکتی هست که از 0 شروع شده. از 0 1 2 3 1 2 3. اولین حرکت ما از 0 چند واحد؟ مثبت 3. حرکت دوم از دنبال همینه، میگیم 1 2 واحد. حرکت سوم پشت سر همه اینا، حرکت سوم دنباله حرکت دوم هست. تا اینجا چند واحد میشماریم؟ این اولی دیگه نمیشماریم. بگیم 1 2 3 4 5 6 7. ببینید من میشمارم. حرکت سوم نه همه شمردن بچه. از اینجا دیگه شروع شده، از اینجا شروع شده حرکت ما اینو دیگه نمیشماریم. میگیم 1 2 3 4 5 6 7 منفی 7. حرکت بعدی از اینجا شروع شده، این نمیشماریم. میگیم 1 2 3 واحد به سمت منفی ها. خب من یه جمع برای می‌نویسم. میگم اولین حرکت مثبت 3 به علاوه حرکت دوم مثبت 2 به علاوه حرکت سوم منفی 7 به علاوه حرکت چهارم به علاوه منفی 3. به کجا رسیدیم؟ به منفی 5 مساوی با منفی 5. میام برای این سه تا حرکت یک جمع می‌نویسیم. اولین حرکت رو بچه پیدا کنید. اولین حرکت بچه عزیز کدوم حرکتی هست که از 0 شروع میشه؟ همیشه یادتون باشه اولین حرکتی هست که از 0 شروع میشه. اولین حرکت ما اینه بچه‌ها. میگیم چند واحد بچه‌ها دقت کنید تا اینجا 10 تا 10 تایی هستن. 10 20 30 واحد به سمت چی بچه‌ها؟ منفی ها. این بوده. حرکت دوم باز دنباله حرکت دوم پشت سر اینه. از دنباله حرکت اول شروع شده. میگیم تا اینجا چند واحد؟ میگیم از اینجا حرکت دوم از اینجا شروع شده. میگیم 10 تا 10 تا هست. 10 20 30 40 50 به سمت مثبت 50. حرکت سوم باز از اینجا شروع شده. اینو نمیشماریم. میگیم 10 20 30 40 50 60 به سمت منفی ها. منفی 60. حالا برایش یک جمع می‌نویسیم. میگیم منفی 30 اولین حرکت که از 0 شروع شده به علاوه حرکت دوم مثبت 50 به علاوه حرکت سوم منفی 60. به کجا میرسیم بچه‌ها؟ به منفی 40. درست شد؟ اینم از این. میره بچه‌ها در مورد این دوتای بعدی. خب میگیم اولین حرکت بچه‌ها اینه. از 0 شروع شده تا منفی 4. این حرکت 0. میگیم منفی 4 به علاوه 0 مساوی با منفی 4. یعنی جمع هر عدد مثل منفی 4 با 0 خود منفی 4 میشه. اینجا هم همین داستان هست. 1 2 3 واحد به سمت مثبت ها به علاوه 0. پس میگیم مثبت 3 به علاوه 0 میشه مثبت 3.
خب بچه‌ها چی میگم اینجا؟ میگم جمع هر عدد با صفر میشود خود آن عدد. جمع هر عدد با صفر میشود خود آن عدد. پس اگر یک عددی باشه کوچیکه، بچه شما دیگه فصلمون عبارت جبری خودید. به جای هر عدد از متغیر استفاده میکنید. وقتی فصل سوم خوندید دیگه اینو باید یاد بگیرید. به جای هر عدد یا عددی از متغیر حروف کوچک انگلیسی میتونیم استفاده کنیم. هر عدد با صفر میشه خود اون عدد. اینم از این. میان در مورد حرکت‌های بعدی. میان به این صورت میگیم اولین حرکت یعنی بچه از صفر شروع میشه 10 20 30 40 مثبت 40. حرکت بعدی پشت از سرش انجام گرفته 10 تا هست. از اینجا شروع شده. این نمیشه میگیم 10 20 30 40 به سمت منفی ها 40 باید به سمت منفی ها. برای یک جمع نویسیم اولین حرکت میشه مثبت 40 به علاوه حرکت دوم منفی 40. به کجا رسیده بچه‌ها؟ به صفر. اینجا من متوجه میشم مثبت 40 با قرینه اش جمع شده با منفی 40. جمع هر عدد با قرینه اش میشود صفر. خب بچه بعدی اینجا میگیم 1 2 3 واحد به سمت منفی ها منفی 3. اولین حرکت بعدی به سمت مثبت ها مثبت 3. خب چی میگیم بچه؟ میگیم منفی 3 به علاوه حرکت دوم مثبت 3. یعنی منفی 3 با قرینه اش جمع شده چند میشه؟ میشه 0. بازم میگیم جمع نکته دوم جمع هر عدد با قرینه‌اش میشود چند؟ 0. جمع هر عدد با قرینه‌اش میشود 0. به صورت ریاضی می‌نویسیم با زبان ریاضی. به صورت کلامی شد توی فصل سوم خوندید دیگه بچه‌ها. به صورت کلامی و جبری. حالا به صورت این کلامی هست بچه‌ها. این عبارت چی هست؟ کلامی هست. این چی بچه؟ این عبارت ریاضی یا جبری هست. میگیم آ به علاوه قرینه آ میشه 0. آ به علاوه قرینه آ میشه 0. خیلی خوب بچه ها، من بازم اینجا قطع میکنم بچه ها. حجم کلیپ ها زیاد میشه، دانلود کردنشون سخت میشه. من چون میخوام فشرده بکنم که حجمشون زیاد نشه، من اینجا قطع میکنم. منتظر کلیپ سوم باشید.